واسه با شماست. این سوال داده است که من سال یک پسری که 1 ماه بود با رضاگی شوهر همونا به یک آدمی بی فرزند دادم. میگوش مثال اگر تو طاقت داشته باشی، تو اگر بی صبری نکنی، تو اگر غمی همون فرزند مثال تو را بی صبر نگرداند، او که ندارد مرحمت وای گرفت تربیه کردن میگیرد، یکون زلالی ندارد. فقط این قدر خبردار کردن در کار که همون بچه داند که عاقبت باز آمده یگون دختری تو را در نکاح خودش ندارد. همیشه خبردار کردن در کار که ولی بسیاری آدم‌ها میگن مخفی تربیه میکنن، نمیگوین که مثال تو فرزند فلانی هستی. لیکن آینده یکی اگر آمد و یک دختری همون اگر به نکاح خود درآورد، یه علاقه میدونین چقدر حرامی دارد، اکه خواهر در نکاح میدارد. و این خاطر همونش اگر همون سیرش خبر دهند، میلش در دست کسی نباشد تربیه کردن گیرد درست. فقط آدم مسلمان باشد، آدم بیدین ندهید. آدم بیدین وقتی که اگر فرزندی تو را گیری برده بیدینش میکند، فقط آدم مسلمان ندهید با که ندارد. به نام خداوند بخشنده. السلام علیکم دامنا. من مدت 2 سال هست که بیمارم. هرچند بیمارخانه ها خواب کردم شفا نیافتم. و من میگویند که در بدنت روغن خوب مالی و گوشت سگ خوری ساز میشوی. آیا این کارها روا هست؟ در آخر در حق من دعا کنید که من مریض هستم. خداوند شما را شفای کامل و شفای عاجل نصیب کند. ان الله لم یجعل شفاءکم. برادر عزیز شما یقین دانید که اگر کدام طبیب نباشد، فرق ندارد کدام طبیب کدام رتبه‌ای نداشته باشد، شما را اگر دلالت به خوردن چیزی حرام کند، بهترین طبیب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگوید خداوند شفای شما را در آن چیزی که حرام گردانید نگذاشته است. و این خاطر شما از مال حرام شفا نمی‌یابید. برادر عزیز، و این خاطر حلال کرده های خدا را استفاده برین. این شکر خدایی. ببین طبابت خانه های ما و شما، طبیبای ما و شما چقدر پیشرفت دارند. و این خاطر شما رفته در بیمارخانه ها طبابت کنید و به این چیزهای حرام هیچ وقت آواره نشوید که گناهکار میشوید. اجازت نیست برادر عزیز. فقط اجازه چه در کتاب های فتاوا میگوید که همه حلال های خدا را استفاده برید. اگر وقت شما شفا نیافتین، بعدا یک طبیبی که یقین داند که در همین استفاده همین مای حرام آدم شفا مییابد، همین حالت را رخصت میدهند. همین را مباح میدانند، اینم حلال نمیگویند، مباح هست میگویند. حتی امروز بعضی داروها هم هست برادر عزیز، میگویند که برای حل کردن داروهای وجود داشته است که در ترکیب او گویند که از خون خوب و از روغن خوب انداخته شده بوده است. و این خاطر همون داروها هم استفاده نبرید. شما پرسید، شما مسئولین که همون داروهایی که میگیرین پرسید که در ترکیبش چی دارد. مثلا هیچ دارو به اسپیرت نمیشود، اسپیرت شما پروا نکنید. لیکن در مسئله گوشت خوب، روغن خوب یا از سگ یا از خیرس، از چیزی که این درنده های حیوان باشد استفاده نبرید. السلام علیکم دامنای عزیز. در مسجد یک چند نفر حاضر شدند. یکی از آنها همگی از سوره فیل تا سوره ناس میداند و خلاص. این هم باشد به تجوید. آیا پیش در آمدن یعنی امام شدن این آدم ممکن است؟ اگر این آدمی که از سوره فیل تا سوره ناس از یاد میداند و تجوید نمیداند، مثلا قرآن به ترتیبش خواندن نمیتواند و قومشان مثل خودش همین خیلی آدمی نادان هستند، بی سواد هستند. آدمی بی سواد و بی علم با آدمی بی سواد اقتدا کنه درست است. در حالت نماز شما درست نمی شود که اگر اونجا عالم باشد و باید پیش نگذارید. حاضر هست که مثال آدم عالم پس نماز خوندیسته، بی سواد پیش میگوید عالم پس نماز خوندیسته. اگر انا همین خیل باشد نمازتون درست نمی شود. لیکن اگر امام بی سواد باشد، قوم هم بی سواد و بی سواد اقتدا کردن درست می شود.
لیکن عالم اهل فهم و بیسواد اقتدا کنه نمازش درست نمیشود. اینجا گروه بچه ها بیرون ده سوال دادن که تعجیلا جواب گوید. السلام علیکم. دامرای شیرین سخن حاجی میرزا، من سخنم را زیاد نکرده یک چند سوال داریم. میخواهیم که با این سوال های ما در همین جمعه جواب دهید که ما با شهر روسیه میرویم که میداند که ما دیدار شما و صحبت های شما را میبینیم یا میشنویم یا نه. خدا شما را و قوم شما را نگهدار باشد. سوال: در حالت شرایط نبودن، در حالت جنابت بیرون خنک آب گرم نیست، چیکار کردن راضی بود؟ اوکی ندارد. وقتی شما در حالت جنابت باشین، آبها خنک باشد، آب گرم نباشد و شما در همین خیلی ملک غریب کار میکنید، با تیمم نمازاتون خواندن گیرید. حتی اگر آب گرم نباشد، شما تا چند روزه که نباشد شرایط نیست، تیمم کردن نماز خواندن بگید. آب خنک در شما زلال دارد، شما را بیمار میکند، برای شما خداوند تیمم گفتگی است. مثلا یک ضرب میزنین، تیمم شرطش همین است، یعنی رسانیدن دستان در همون دیوالهایی که در همون خانه‌ای که هستین میرسانین. یک بار بالای رویتون محض میکشین، یک بار دیگه در همون میرسانین. دو دست تا آرنج چلی که در آب شما میمالین دسته، همچنان میمالین هر دو دستانه، تمام شما علاقه صاحب طهارت هستین، از جنابت هم پاک شدین و صاحب طهارت هم هستین. نمازاتون خواندن گیرین. خب دوم، در روسیه نماز با جماعت خواندن را آدمی با سواد، یعنی 3-4 سوره زیادتر از دیگر آدمان میداند. میگوید که من پیش نمیدرایم، یگان کسی دیگر پیش درآید. آدمی کمتر از او میدانستگی پیش درآید میشود. مثلا فرض دارد، من واضح باز گفتم، آدمی بی سواد اگر پیش درآمد و از پسش آدم‌هایی باشد که خطاگی او را گرفتن گیرند، انمون آدم‌ها را نمازشان درست نمیشود. لیکن کسی نفهمد که وی راست میخواند، دروغ میخواند، درست میخواند، نادرست میخواند، برای درست است. دیگر سوال: در حالت 1.5-2 سال در روسیه ایستادم، یگان زن را نکاح کرده گیری نمیشود که بسیار عذاب میکشید. اگر شما گوید که روزه گیر در این ملک غریب نمیشود، سلامتیت را بای میدهی، ببخشید دامولا، یگان سخنی نادرست گفته باشم و در حق ما مخلصان دعا کنیم که به شهر دور میرویم. زن گرفتن از روسیه جایز است برای آدم مسلمان اگر زنی کتابی باشد، زنی که با همون دینی خودشان باوری دارند و در نکاح در آوردن درست است. بدر عزیز درست است و یکون گناهی ندارد. فقط امروز بدبختیش در همین است که از روی گفته هایی که در گوش ما میرسد، وقتی که شما زنی روسا میگیرین، ما تحقیر نمیکنیم هیچ ملت، این تحقیر نیست. فقط در حیات دیدیم که میگوید از دست بچه ها پاسپورتاشون میگیرن، دیگر اونها را به سوی خانه آمدن نمیمانند. یعنی از این روز که تو شوهر من شدی، دیگر تو پدر و مادر و اولاد اجداد فراموش کن. اگر این خیلی باشد شما راضی نشوید دادر عزیز، هیچ وقت راضی نشوید. این بسیار بیناموسی هست، بسیار بدبختی هست. لیکن اگر غیر این، اگر کدام اونها راضی شوند با خبرگیری از پدر و مادری تو، با خبرگیری از اولاد و اجدادت، میلش دنگیر باقی نداره. در روسیه قبله کدام طرف است و ما ساده کرده فهمونی، اینو در همون جا میفهمیم دادر عزیز. اگر روین انشاءالله در روسیه هم مسجدهای زیاد، مسلمان ها در اونجا خیلی زیادند، اونجا هم خیلی آبادی است. و این خاطر شما در همون جا رفته پرسین، برای شما البته بیان میکنن. لیکن ندانستین همین یک طرف برای خود قبله گوین خواندن گیرید. وقتی هیچ شخص رو نگفتین که شما را قبله نشان دهد، همین یک طرف برای شما قبله است، خواندن گیرین درست میشود.
لیکن در این بین پرسیدن گیرین. اگر نپرسین و خوانین نمازتان درست نمیشود. پرسین و اگر کسی نداند اما یک طرف برای خود اختیار کنید درست میشود. السلام علیکم بابای حاجی مرزا، خدا شما را نگه دارد. از شما میپرسم، شما در یک جواب برادر و خواهر اسلامی گفته بودید که زن صالحه در دست مرد بیجاگر، عرقنوش، بنگی، زناکار زندگی درست نمی شود، یا اینکه برعکس حال مرد صالح در دست زنی بیجاگر، پس چی می شود زندگی پیغمبران حضرت نوح، حضرت لوط علیه السلام که در خاندان اونها زن و پسری بیجاگر بودند، یا زن فرعون؟ بابای آدم از خاک است، پس باز به خاک نجاست ها پاک کرده می شود، پس درست است یا نه؟ خب این سوال هاش بود است. سیوم، چای اول رو میگویند که چایکش خودش نوشد، یگان اساس دارد یا نه؟ یا که با دست چپ دادن چای اساس دارد یا نه؟ بله این اساس دارد. چای اول رو باید که آدم چایکش خودش نوشد، نه برعکس است. در حدیث خوندم که آدم چایکش آخران خودش می نوشد. هیچ وقت اولی چای خودش نمیگیرد. این در مردم ما عکس شده است. فقط یک دلیل دارند، اول خودش خورد که اگر ضررش نکند بعد مردم میتیند. این اینقدر دلیل که این دلیل نمیشود. در حدیث رسول اکرم آمده است که تقسیم کننده باید بسیار عادل باشد. مثلا یک چاینک در اختیار کرد 10 نفر چاینوش است، همچنان تقسیم کردن در کار که در همه اونها رسد. و این خاطر حبیب خدا گفتن اول چای به مردم تقسیم کن، آخر که گذاشت بعد خودت می نوشی. عکس شکنین این موافق حدیث است، این موافق ثوابش این است، خودتان اول نوشین. و به دست راست دادن چای هم اساس دارد، به خاطر که هر یک کاری که با دست راست از جانب راست می شود این ثواب است. دیگر گفت است سپیرال ماندن در اسلام جایز است یا ناجایز؟ مثلا زنها برای پیشگیری از فرزند میمانند یا برای پیشگیری بیماری، درست است اینا؟ اگر باشد که آدم خوف تربیه دارد، مثال میگوید که فرزندان زیاد شدن و دیگر تربیه کردن نمیتوانند، از عهده تربیه اونها نمیبراید. و این خاطر اگر مثال برده زنها را در همان گویند که طبابت خانه این گونه پیشگیری کنند، درست است، این یگان ضرر زیان ندارد. خب سوال دیگر که آدم از خاک است باز به خاک خودشان پاکیزه میکنند، این درست است یا نه؟ درست است، این باکی ندارد. گرچند آدم از خاک هم که آفریده شده باشد و در یگان جای قرآن و حدیث نآمده است که با خاک شما پاک میسازید، بلکه عکس این در قرآن آمده است که شما مثل در اطراف آیاتی که در فرض بودن تیمم آمده است که شما خودتان پاک سازین و خاک، این خاطر باکی ندارد. و دیگری که ما گفته باشیم که زنی صالحه در دست مرد بیجاگرد و زناکار و عرقنوش نادرست است، یا عکس این. برای چی برادر مثال آورده است؟ حضرت نوح، حضرت لوط. مثلا حضرت نوح زنی داشتن که خیانتکار بود، حضرت لوط هم در قرآن میگذارد که زن خیانتکار بود، بیجاگرد بود. یا زن فرعون بود، این قرآن حکایه میکنه که آسیه نام داشت، زن صالحه بود، لیکن فرعون خودش کافر و بدبخت بود. پس این چی معنا دارد؟ ما شاید که اگر گفته باشیم هم این از روی فقط تعلیم گفته که همیشه راحت از فرزندهاتون بینید، هیچ وقت شما در غم روبرو نشوید، در این گونه شخصیت ها دخترهاتون ندهید. اینو من به خاطر این گفتم. ولی اگر این گونه شخص ها هم ایمانی به خدا داشته باشند، شما دختراتون که دین هم نکاش درست میشود، زندگیش درست میشود، لیکن از او فرزندان خوب به دنیا نمی آید. او زندگی خوبی که تو میخواهی در زندگی او برپا نمیشود. این به خاطر گفتم من. السلام علیکم داملا حاجی مرزا.
ما یک گروه جوانان مخلصی دائمی شما از شهر دوشنبه با سوال ما امروز حتما جواب گویید. سوال: هنگام برگشتن حاجیان از خانه خدا هنگام پیشواز گرفتن گل دسته می دهند یا پایانداز می پرتایند، ممکن است یا نه؟ ممکن ندارد. وقتی این حاجی ها که از سفر آمدن ما با گل دسته پیشواز گرفتنی اونها یا برای اونها یگان پایانداز پرتاخته برای پیشوازی یک حرمت است، این زلال زیانی ندارد، یگان گناه هم نیست. وقتی که من نماز بامداد میخوانم در ساعت 6:15 رفیقان من میگوید که درست نیست، برای آن که من بر وقت به کار میروم. درست است در 6:15 نماز بامداد تخوانی و از پی کار اگر داشته باشی درست است نماز بامداد. هنگام طهارت کردن یا نماز خواندن از بدنم کیر میبراید، خودم خجالت میشوم. نماز خواندم قبول است یا نه؟ قبول است. خدا شما را شفای کامل دهد. قبول است برادران. این درد است ان شاء الله از وجود شما دور میشود. این درد حتی عباره های کتاب فقهی هم آمده است که اگر کیرم از پیش براید طهارتت باقی است، اگر کیرم از قفا براید طهارتت میشکند. به این خاطر اگر شما همیشه این در شما باشد، شما هر یک نماز طهارت کنید، نمازتون خواندن گیرید، نمازتون درست می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملا. و همین سوال من جواب گویید. در قشلاق ما اگر کودک اذان دهد یا سوره گوید، زنها میگویند که این کودک سرخور است، یگان کس میمیرد. من میگویم که دروغ است، مرا باور نمیکنند. کودکان با این فتواهایشون بی سواد از اسلام شدند و آنها فهمانید که فتاوا را دشمنان اسلام برای تعلیم کردن کودکان برآوردند. خدا نگهبان شما باشد از ناحیه فرخار. مثلا ببینید در خانه ما و شما وقتی نماز میخوانیم، کودکای ما و شما میاد در برابر ما و شما کودک 2 ساله هست یا از او کمتر است یا از او کمی بالاتر است، برابر ما و شما رکوع میکند و سجده کردن میگیرد. این به خدا خوشبختی است، این بسیار برکات است. به همین خاطر است که حبیب خدا گفتن که بعضی از نمازهاتون شما در خانه هاتون خوانید. به خاطر چی؟ به خاطر که اون فرزندت که میبیند تو خم و راست میشوی، یک روز از میپرسد و تو در پیش کی رکوع میکنی، تو در پیش کی سجده میکنی، این عبادت که داری، این کار تو میکنی چی معنی دارد؟ یه روز این فرزند تو را سوال میدهد، یا سوالم که نداد تو میفهمانی که این عملی که من دارم بچم این عبادت خداست که خدا در قرآن و من خلقت الجن والانس الا لیعبدون گفته است. من عالم جن عالم انس آفریدم تا که مرا عبادت کنند. ما خالق داریم، بچم تو را هم خدا آفرید، مرم خدا آفرید، مادرتم خدا آفرید، باباتم خدا آفرید و باید ما عبادت کنیم. این بسیار نیکبختی دارد برادر عزیز. کوشش کنید که اونها همیشه در پهلوتان باشد، چه دختر بچه ها چه بچه ها. این نیکبختی میارد، بدبختی نمیارد. ولی این دشمنان اسلام میکنن که تا که کودکای ما و شما مثال عادت نکنند و در همین عبادت ها رو برون نشود. السلام علیکم حاجی محترم. ما یک گروه مخلصان شما و ما روشنی اندازه در یک سوال. ما یک گروه رفیقان در نماز 5 وقته و جمعه اشتراک میکنیم. یک رفیقمان در جمعه در صف پیش نشسته با شما با دقت گوش میدهد، لیکن دعاهایی که شما در حالت با قوم میکنید و میگوید این بدعت است و دستش در همین سوال هایی که قبلا ما اینا را گفته بودیم، مثلا در مسجد می نشیند همراه قوم، لیکن وقتی که اگر یک جای دعا کنیم و دعا نمیکنه، میگه دعای دست جمعی بدعت است، یا در چهرهش دستش نمیمالد، میگه ممکن نیست. بیاید شما ما را گوش کنید، اونها را گوش نکنید برادر عزیز. هرچی اونا میگویند گفتن گیرن. شما اگر سوال بر من داده باشید، مراجعتی بر من دارید، از من میخواهید که فتوا گیری، من برای تو میگویم که دعای دست جمعی سنت است. شما دست جمعی دعا کنید، دستاتون در رویهاتون مالید، اینم سنت است.
دعای دست جمعی برای دعای دست جمعیش همین است برادر عزیز که ما و شما یک جای وقتی دست میبرداریم دعا میکنیم. همین میگم بدعت. این بدعت نیست بلکه سنت است. به این خاطر حتی همین دین خودش بسیار یک معنی خوب دارد. دست جمعی، همین یک جمعیت، یک دست جمعی ما و شما چی فایده کلان دارد؟ همگی ما و شما وقتی که آمین میگیم وقتی دعا میکنیم. من از بین به سوره بقره میرسیم. خدا در سوره بقره میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم. خداوند میگه ذکر کنید مرا ای بندگان من. شکل جمع استفاده می شود. اذکرکم، یاد میکنم شما را. شما همگی مرا یاد کنین، من شما را یاد میکنم. اینم دلالت به دعای دست جمعی دارد. یا ببین حدیثی والله اعلم مسلم است. لا یقعد قوم، ببینید، لا یقعد قوم یذکرون الله عز وجل. حبیب خدا گفت وقتی قوم جمع میشوند و یک جای خدا را یاد میکنند الا حفتهم الملائکه و غشیتهم الرحمه و نزلت علیهم السکینه و ذکرهم الله فی من عنده. اینم حدیث صحیح است. والله اعلم یا مسلم از یا ترمذی روایت کرده است. حبیب خدا میگه وقتی قوم جمع میشوند و یک جای دست میبردارند و دعای به سوی خدا میکنند، این زمان ملائکه های رحمت شما را فرا میگیرند. رحمت الهی از بالای سر شما میریزد. در دلهای شما آرامش پیدا میشود و نام شما را خداوند در نزد ملائکه هاش میگیرد. اینجا هم قوم ذکر شده است. به این خاطر انشاءالله شما برادران عزیز دعا کنید. در روایات مالیدن هم در سنن ترمذی آمده است. اگر چند که سید ثابت خدا رحمتش کند در فقه السنه، در کتاب فقه السنه در باب دعا، این خیلی عالم برجسته است، خیلی آدم برجسته است، کتاب دارد. امروز عالم اسلام کتاب فقه السنه سید ثابت میخواند. اون کس میگوید که مالیدن در روی اگرچند که از طرقهای ضعیف روایت شده است، لیکن با سبب آن که زیاد روایت شده است این حدیث حکم حسن دارد. مقصد این حدیث حدیث حسن است، شما معامله کنید درست است با که ندارد. برای این دادر عزیز شما حق ندارید که هر چیزی را که از پیش خودتان بدعت گفتن گیرید. بدعت انسان به ضلالت میبرد، صاحب ضلالت در دوزخ است. پس شما کمتر فکر کنید که یک گروهی که خدا را دعا میکنند شما میگوید که شما در دوزخ هستید. اختلاف حاجت نیست در عزیز، پراکندگی حاجت نیست. ما شکر خدا امروز در پیش ما کتابی بسیار داریم. برادر عزیز هر چیزی که شما را آزار میدهد ما در مراجعت کنیم من برای شما با دلیل هایی که در کتاب ها هست. همین کتاب های ما هم کتاب های همون هاست، کتاب های اونها هم کتاب های ماست. فقط فرق در همین شاید باشد که اکن چخیل از سالی آدم نو اگر یکی با یگان کتاب و یگان حدیث روبرو شود در او برای خودش نشان دادن بعد هر چی که خواهد گفتن میگیرن. امروز بهترین رویه در تاجیکستان ما و شما دادر عزیز اولا دین اسلام و پیرو شدن از مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. هیچ تفریقه و هیچ اختلاف انشاءالله بین ما و شما نمی شود. خدا رحمت کنه حضرت امام ابو حنیفه را. چی مبارزه های در راه اسلام بردن، چی جان فدایی های به خدا قسم در این دین مبین اسلام کردن. خب السلام علیکم داملا. با این سوال های من جواب میدادید. در منزل گاه حیوان چرانیدن یا که علف آن را استفاده بردن درست نیست در عزیز. یعنی کسی در منزلگاه حیوان، اینو در کتاب فتاوای خلاصه هم میگوید که شیری همون گاوی که از منزل میچرد شیرش حرام است. شیری و استفاده بردن حرام است. خب یا اینکه علفی وی هم آورده استفاده بردن هم حرام است تا اگر خشک نشود. خشک شود بعدا آورده استفاده بردنش درست است. خب گوشت های بازار یا مغازین خوردن درست است یا نه؟ مخصوص گوشت مرغ اکرچکه درست است در عزیز.
یعنی گوشت هایی که در بازار ما و شما فروخته می شوند حلال هستند، چه گوشت گوسفند باشد چه گوشت گاو باشد، الحمدلله همش فرزندان ما و شما هستند، همه اونها الحمدلله پایبند عبادت خدا هستند. و این اکرچکهایی که هست اگرچه امروز بعض اختلافات و کشمکشی ها هم اطرافش هست، این من با شما حواله میکنم که اگر شبهه داری اختیار ترک کن، لیکن شبهه نداری خوردن بگیر درست است، حتی اگر از رسی هم که آمده باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بابای حاجی، چکلی که شما در حق تمام مردم مسلمان دعا میکنید، ما نیز در حق شما به درگاه خداوند متعال دعا میکنم که شما نیز سالم و بردم و علم شما زیاده باشد، تا اینکه نصیحت های شما در زندگی رهنما و در جمهوری برای پیشرفت جامعه نوین ما یک تکان بسیار پیشروند هست. خواهش من این که میخواهم همه یک جای دعا کنیم، اولا جمهوری ما آباد از فسادی ها تازه شود، دوم در حق تمام مسلمان های دنیا دعا کنید که توفیق اونها را خدا زیاد گرداند و همه ماها را نصیب فرزند صالح و مسلمانی حقیقی نصیب گرداند. سربلند باشه بقیه حاجی. و یک مبلغ هم از ناحیه مبین آباد بود است برای آبادی مسجد روان کردن و گفتن که خود در حق جمهوری و آبادی و تینجی و تا از فسق و فسادها تازه شدن این جمهوری و برای فرزندای سالم و صالح دعا کنید. همیشه ما دعا میکنیم که خداوند در این جمهوری ما همیشه تینجی و آرامی حکم فرما باشد و خدا همه این اختلاف هایی که امروز در بین ما و شما از خدا دور سازد. خداوند هیچگاه نگذارد که در بین ما و شما برای یک مسئله جزئی که امروز میبینیم مورد کشمکش میشود، خداوند آینده اینه به خیر گرداند. بسیار برادرها امروز هم در سراسیمه هستند، یا نمیدونم به چی خاطر باشد بعضی مسئله جزئی که در این سوال ها هست، راستی بار به خدا من نمیخواهم، سوال های زیاد هست در باب چی آمین بلند، چی در باب رفع یدین، چی در بالای سینه گذاشتن، من اینا را جواب نگردانده ایستادم، لیکن شکایت زیاد است. فقط همین قدر میگم دادرای عزیز، من در یگان حدیث ندیدم که آمین بلند ای آمین پست افضل باشد، ندیدم به خدا. نیست همین خیل حدیثی که آمین بلند از آمین پست افضل نیست، همین خیل حدیث. یا آمین باشد که گوییم که یا حدیث باشد که تأکید آمده باشد که امتان من همیشه آمین بلند گوییم، تأکید هم نآمده است. و این خاطر الحمدلله آنچه که داریم همچون رفتن گیریم. شما عقیده هاتون از صحیح درست کنین، اخلاصی به خدا بندین، همگی کار و بارتون از خدا ببینین. از بعض همین شرکیات های و خرافات های وزنینی که من برای شما گفته بودم و آینده هم میگویم زنده باشم، اگر از همینا شما دست کشین، پوش گردانین، انشاءالله این مسئله جزئی هستن که شما تمام به اینا توجه نداشته باشین، قبول هم نداشته باشین، گناهگار نمیشین. دادرای به نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم که حاجی مرزا، من از شما خواهش و التماس دارم با این سوال من در همین جمعه جواب بگویید. سوم عشر زمین را در مسجد صرف کردن ممکن است یا نه؟ و از شما خواهش دارم در حق مادر ما دعای خیر کنید تا که وی نماز خوان شود. خدا این مادرم پایبند نماز و عبادت خدا گرداند. و لیکن زمین پول عشر زمین در مسجد ندادن بهتر است. در عزیز شما اینو در آدمای همون محتاج و مسکین و اولاد اجدادهایی که دارین همون را برده تسلیم کنین، این برای شما افضل و بهتر است. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. انشاءالله جواب این سوال هایی که من خیلی سراسیمه یک قسمش جواب گفتم، یک قسمی دیگرش با در خانه هست برای شما. انشاءالله جمعه آینده اگر زنده و سلامت ما نمیگویم و جمعه آیندهش خدا خواسته باشد از تاریخ حیات حضرت علی برای شما صحبت میکنم. دعا کنید. یک برادر محمد سعید اینجا 20 سامان دادن که در حقشون دعا کنید خداوند هر آرزویی که دارد آرزوهاش خدای مهربان حاصل گرداند. از جنازه اکای محمود از خاریا
یک مبلغ آمدن. خدای مهربان برادرم گوش پرنور و فرزنداش خدا توفیق و هدایت نصیب گرداند. در حق رستم جان، خدا رستم جانم قبرش پرنور گرداند و روضه از روضه های جنتش گرداند و صبر جمیل در دل پدر و مادرش خداوند مستحکم نگه دارد. برادر من زبردستم برای تعلیم علم سفر دارند. خدا این زبردست همراه پدرشونم وکیل امراه خدا از کل آفت در حفظ امانش نگه داره و خداوند این ساله تعلیمشان تعلیم خوب گرداند. در حق پدرم دعا کنید که خدا او را هدایت نماید. یک مبلغ دادن خدا مهربان این پدری که این فرزند میخواهد هدایت یابد، خدایا هدایت کننده هم خودت هستی، گمراه کننده هم خودت هستی. خدای مهربان این پدر را هدایت بفرمایی. برادر قربان که یکی از برادرای ما گفتن در حق من دعا کنید که هم بیمار هستم و هم یک نیت در پیش دارم. خدای مهربان در بیماری این برادر ما قربانم شفای کامل نصیب گرداند و آن آرزو هوس هایی که در دل دارد خدای مهربان همه آرزو هوس هاش خداوند حاصل گرداند. آمین یا رب العالمین. در حق کسانی که در صندوق خیر کردند در حقشون دعا کنید. برادرای عزیزم صندوق فراموش نکنید که اولی تا حال مسجد همون قرض نکنده است. خدا را شکر که یک قسم شد میده کندیست لیکن یک قسم مونده است. انشاءالله این بسیاری بسیار فیض دارد، برکات دارد. چیزی که از دستان می آید مرحمت همونجا خیر کنید. در حقتون انشاءالله باز دعا میکنیم خداوند همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. خب جنازه آوردن فرزند یکی پیوند بوده است. خداوند روحش شاد و قبرش پرنور کند. الحال جنازه‌ای که بعد نماز میخوانید. خواهر مرحوم حاجی زینالدین وفات یافته است، در حقش دعا کنید. بابا حاجی زینالدین هم خداوند رحمت و مغفرت کند و خواهر او هم که به نزدیکی از دنیا گذشتند خداوند این خواهر بابا حاجی زینالدین هم رحمت و مغفرت گرداند. آمین یا رب العالمین.